سلام به دوستای خوبم. حالتون چطوره؟ یک دنیا ازتون ممنونم به خاطر لایک ها و کامنت ها، انرژی های مثبتی که به ما میدین. خیلی ممنون ازتون. قبل اینکه ادامه این ویدیو هم تماشا کنید یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه این دکمه قرمزی که این پایین سابسکرایبر رو نزنید حتما اون رو بزنید. خب بریم که سایت امروز ببینیم داستانش چیه. دیروز روی موبایلش آموزش دادم، یعنی که اگه برید تو ویدیو وارد کانالمون شین و برید ویدیو قبلی، آموزش همین سایت دقیقا روی موبایلش هست که اگه با موبایل کار میکنید مشکلی نداشته باشید و دقیقا روی موبایل باشید دیگه براتون آموزشش هم. خب سایت یه سایت کلیکیه، کسب درآمد قطره‌ایه، به دلار هستش قطره‌ایش و خب یه به خاطر دیدن آگهی یا اینجور داستان همونطوری که خودتون میدونید به ما یک کسب درآمد کوچیکی هم حالا میده. خب بریم اول طبق معمول همیشه این سایت رو توی سایت فوکس ریتینگ بررسی کنیم. بچه‌هایی که الان دارن این ویدیو رو میبینن که هیچ اوکی، ولی بچه‌هایی که دارن 2 هفته 3 هفته دیگه یه ماه دیگه این ویدیو رو تماشا میکنن و یا بعدتر حتما وارد سایت فوکس ریتینگ شن و اسم این سایت رو توش جستجو کنن ببینن وضعیت پرداخت این سایت چجوریه. خب این سایت پرداختی در حال حاضر داره $1.5 $1 2 سنت $3.3 و همینطوری که برای دیگه‌ش رو می‌بینید $0.5 $9.5 $1.5 $3 $400 نزدیک $0.5 و خب براشای مختلف این سایت می‌بینیم. و یه ویژگی خیلی مثبتی که این سایت داره، کمترین میزان برداشتش 30 سنت فقط، برخلاف همه سایت‌هایی که کمترین میزان برداشتشون $2، این سایت فقط 30 سنته. خب یه چند تا نکات قوت و نکات منفی داره این سایت که با هم دیگه قبل اینکه آموزش بدیم بررسیشون میکنیم. نکات مثبتش اینه که کمترین میزان برداشت از این سایت همونطوری که گفتم 30 سنته، خیلی سریع پرداخت میکنه در عرض 24 ساعت و خب این قسمتش به درد ما نمیخوره برای کسایی که قصد تبلیغات دارن تو این سایت. و گفته که زیر مجموعه های اجاره‌ای این سایت فعالن که من به هیچ عنوان توصیه نمیکنم این قضیه رو، حالا جلوتر بهتون میگم به چه دلیل. و خب همونطوری که میدونیم ما هم کلا با این روشایی که حتی شبیه به سرمایه گذاری باشه مخالفیم و کلا اینجور داستانا، حالا جلوتر دلیلش رو بهتون میگم. و خب میگه ساپورتش هم خیلی سریع پاسخ میده. و چیزای منفی که داره اینکه شما حتما بعد روزانه 4 تا کلیک بزنید که اگه زیر مجموعه داشته باشین سود زیر مجموعه گیریتون رو دریافت کنید و مبلغ برداشتش به پگر یا همون پایر 15% تا 2.5% احتمال داره متغیر باشه که 2.5% داره مبالغ بالاه و برای پرفکت مارین و ATM از 0.1% تا 2.5% متغیره که بازم اون 2.5% برای مبالغ بالاه. این سایت حدود 3135 روزه که فعاله، یعنی چند سال حدودی فکر کنم 7-8% یکم بیشتر میشه، حتی خیلی وقت در حال فعالیت به طور کلی حالا. و خب سایت تا به این لحظه که خب حالا سایت خوبی بوده، اینطوری که این سایت فوکس ریتینگ و نظرات مردم دارن میگن. سایتی که از درآمد قطره‌ای همونطوری گفتیم. بریم توی خود سایت ببینیم توش چه خبره. با ادامه ویدیو همراه من باشید. اگه یادت رفته لایک رو بزنی حتما لایک رو بزن که بهمون انرژی میدی. نظری داری تا اینجا راجع به سایت برامون تو کامنت بنویس و سابسکرایب هم فراموش نشه. مرسی ازت. قبل از اینکه ادامه ویدیو امروز رو تماشا کنید فراموش نکنید که اگر تا به این لحظه کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما و لطفا با زدن این دکمه قرمز کانال ما رو سابسکرایب کنید، این زنگوله رو روش کلیک کنید و روی آل بذارید تا شما اولین نفری باشید که وقتی که ما ویدیویی تازه میذاریم ازش مطلع شید و تشریف بیارید اون رو تماشا کنید. موضوع دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم وضعیت پرداختی سایت‌های معرفی شده از طرف ما هستن. وضعیت پرداختی این سایت‌ها چون دائما در حال تغییر هست، زیر ویدیو به طور دائم بروز رسانی میشه و اگه خدایی نکرده سایتی اسکم شه در زیر ویدیو قطعا اطلاع رسانی میشه. پس با زحمت بکشید تو هر سایتی که فعالیت دارید هر 3-4 روزی یک بار سعی کنید زیر اون ویدیو رو چک کنید تا از وضعیت پرداختی اون سایت مطلع شید. بریم که ادامه ویدیو رو تماشا کنیم. خب دوستای خوبم، لینک عضویت این سایت زیر ویدیو قرار گرفته. شما زمانی که وارد این سایت شدین با زدن دکمه ریجستر میتونید عضویت خودتون رو شروع کنید. دکمه ریجستر رو که بزنید وارد این صفحه میشید. فول نیمتون رو اینجا وارد میکنید، نیاز نیست اسم کاملتون باشه. یوزرنیم یه دونه اینجا وارد میکنید که بتونید باهاش وارد سایت شید. ایمیل آدرستون رو اینجا میزنید. پسوردتون رو اینجا تکرار میکنید. یک بار دیگه هم ایمیلتون رو اینجا تکرار میکنید. اگه با لینک زیر مجموعه گیری وارد شده باشین اینجا آیدی ما هستش و اگه نشده باشین کاد خالی در کل بهش دست نزنید، کاری نداشته باشید.
فکر نکنم بشه پاک کرد. من خودم با لینک یکی از بچه‌ها عضو این سایت شدم و خب اینجا کد این رو وارد کنید. اگر هم دوست داشتین بچه‌ها با لینک ما عضو سایت شید، آدرس سایت کاملا مشخصه، اینا تو این قسمت studentbox.com هستش آدرس این سایت و خب میتونید به راحتی حالت عادی عضو این سایت شید. خب بریم وارد سایت شیم، بریم داخل سایت چه خبره. خب دوستان خوبم، زمانی که وارد سایت شدین با این صفحه مواجه میشید. این صفحه به طور کلی صفحه اولیه شمایی که کلیه اطلاعات راجع به حساب کاربریتون تو این صفحه قرار گرفته، از جمله آیدیتون، تاریخ عضویتتون، مدل عضویتتون، موجودی بالانستون، بالانس خریدتون و به مقدار پولی که درخواست برداشتش رو زدین، پولایی که بهتون وارد شده و امتیازی که دارید که جلوتر بهتون میگن چی. حالا چیز خیلی کوچیکه این امتیاز، چیز خاصی نیست. و تعداد زیر مجموعه هایی که دارید، تعداد زیر مجموعه که اجاره کردین که من به ترجیح همیشه 0 باشه، شما توصیه میکنم همیشه 0 نگرش دارید. و خب یه موضوعی که دیگه بعد اضافه کنم به اینه که بچه‌ها شما به نیاز به موجودی خرید اصلا ندارید و این همیشه باید 0 بمونه و این بالانستونه که مهمه. شما باید برداشت انجام بدین و نباید به هیچ وقت از گزینه ادوانس استفاده کنید. شما پولتون از حسابی که کار کردین به حساب خریدتون منتقل میشه و زمانی که پول به حساب خرید سایت منتقل میکنین دیگه کاری باهاش نمیتونید انجام بدین غیر اینکه از سایت زیر مجموعه بخرید یا اینکه از سایت برید به سایت برید درخواست تبلیغات کنید که خب ما از زیر مجموعه میخوایم از سایت بخریم، نمیخوایم به این سایت تبلیغ بدیم. پس حواستون باشه اشتباها به جای برداشت نه به این ادوانس کلیک کنید، چون خیلی از دوستان گهگداری این مشکل براشون پیش میاد و این اشتباه رو انجام میدن. خیلی تو این قضیه مراقب باشید که پولی که با زحمت و کلیک زدن به دست آوردین از دست ندین. خب ببینید دوستان، یه دونه اکن سامری دارید، یه دونه مسیج سیستم دارین که کاری باش ندارین. یعنی اگه خود مدیر سایت به شما پیام بده، پشتیبانای سایت پیام بدن، اینجا میتونید جستجوش کنید و ببینید. ادوانس که میشه واریز کردن پول به سایت، ما با این کار، با این قضیه تو هیچ سایتی کار نداریم. قسمت آپگرید اکانت هم کار نداریم. ولی توضیح ریزی میگم که خدا نکنه درست دیگه مثلا الکی نید آپگرید کنید اکانتتون رو و بدونید چه زمانی بعد آپگرید کنید. خیلی دوستان میدونن ولی خب برای دوستانی که تازه با اینجور سایت آشنا شدن ما یه دور میگیم این قضیه رو. خب برای دوستانی که نمیدونن باید بدونن مثلا حساب آپگرید شده یا حساب وی آی پی و پریمیوم و اینجور داستانا چه تفاوتی داره با حسابای معمولی. ببینید یکی از فرقایی که داره، خب شما از زیر مجموعتون جای 10% 15% دریافت میکنید، یا جایی که بتونید تو حساب حالت عادی فقط میتونید 100 تا زیر مجموعه بگیرید ولی تو حساب پولیش میتونید بی نهایت زیر مجموعه بگیرید. خب ولی خب شاید بگید خب آره این به درد میخوره، بذار $2.5 بدم واسه 30 روز بی نهایت زیر مجموعه بگیرم. ولی قضیه‌ای که باید بهش دقت کنید اینه که آره این کار درستیه، ولی زمانی که شما 100 تا زیر مجموعه فعالتون رو گرفتید، نه اینکه مثلا 15 تا زیر مجموعه فعال گرفتید برید حسابتون رو آپگرید کنید $2.5 بدین. هر وقت 100 تا زیر مجموعه فعال گرفتید برید حسابتون رو آپگرید کنید که بتونید زیر مجموعه بیشتری بگیرید. و این 100 تا فقط نباید 100 تا باشه 100 تا رو پر کنید، باید 100 تای فعال باشه. یعنی که بالفرض شما وقتی که 100 نفر رو میگیرید از بین 100 نفر 60 نفر غیر فعالن، شما باید برید اون 60 نفر رو دیلیت کنید که اونم خب یه هزینه ریزی براتون داره. خب ولی اون 60 نفر رو 40 نفری که فعال نیستن رو دیلیت کنید که بجاش زیر مجموعه جدید بیاد که بتونید کسب درآمد کنید از طریق همین 10%. و بعد اینکه 100 نفر فعال زیر مجموعه گرفتید به حساب پریمیوم تهیه کنید و بابتش ماهیانه پول پرداخت کنید. یعنی پولی که دیگه خودتون اونجا نباید پرداخت کنید و از درآمد همون زیر مجموعه است که در واقع این پول پرداخت میشه. خب قسمت بعدی قسمت برداشت. همونطوری که گفتم این سایت داره یه مینیمم برداشت فوق العاده است، یعنی فقط و فقط 30 سنت، برخلاف همه سایت ها که $2 یا $1 اغلب $1 هم خیلی کم پیش میاد باشه. این سایت 30 سنته که فوق العاده پایینه. خب قسمتی که داریم دایرکت رفراله. تو قسمت دایرکت رفرال لیست زیر مجموعه هاتون براتون میاد، کسایی که با لینک عضویت شما عضو این سایت شدن. قسمت بعدی رنتد رفراله، قسمتی که من از اول ویدیو گفتم باش مخالفم و خب تو همه سایت ها باش مخالفم. چرا؟ ببینید رنت رفرال 5 تا زیر مجموعه بهتون اجاره میده، یک ماهه 50 سنت، $0.5. بای رفرال 5 تا زیر مجموعه واسه همیشه بهتون میده $1. حالا شاید بگید خوبه که آدم زیر مجموعه میگیره، اوکی، ولی این زیر مجموعه کیان؟ این زیر مجموعه کسایی هستن که شبیه من و شما بدون لینک زیر مجموعه گیری فرد خاصی عضو این مدل سایت ها شدن. خب
یعنی شما الان عضو سایت میشید، احتمال داره از سایت خوشتون بیاد، یه هفته کار کنید بعدن دلتون رو بزنه دیگه نهید، یا نه احتمال داره اصلا عضو این سایت شید و حال نکنید با سایت، ببندید برید بعد یه هفته، بگید بابا حال نداره، اصلا یه هفته نباشه، روز اول ببندید برید. خب شما الان عضو این سایت شدید بدون اینکه زیر مجموعه گیری سایت شما رو به منی که اومدم اینجا میخوام زیر مجموعه کرایه کنم یا بخرم اجاره میده. شاید شما جزو اون دستی باشید که از سایت خوشتون نیومده و گذاشتید رفتید، پس من اینجا پولی که دادم از دستم رفته. به همین دلیل من کلا با این قسمت مخالفم. تو همه سایت یعنی با هر قضیه که سرمایه‌گذاری ربط داشته باشه کلا ما مخالفیم در کل، پس سمتش از نظر من نرید. ببینید یه موضوع دیگه هست، شما سایت رو نگاه کنید بگید در الان میریم تو قسمت کسب درآمد، بریم دیدن تبلیغات، روی ارمانی بزنید برای شروع کسب درآمدتون. تا الان که چیزای کلی سایت بود، روی ارمانی که بزنید و دیدن تبلیغات رو بزنید اولی، درآمدزایی این سایت تازه از اینجا شروع میشه. خب کدی که ازمون خواسته رو وارد میکنیم NHNRM. خب بریم ببینیم سایت چه خبره. خب ببینید تبلیغات سایت برام باز شد، همونطوری که می‌بینید قیمت‌های مختلف داره و قیمتاش همونطوری که می‌بینید اندازه تمامی سایت‌های کلیکیه. خب الان شاید برای یه سری از بچه‌ها که تازه با این مدل سایت آشنا شدن بگن این چرا اینقدر مبلغش پایینه، شما مثلا زدی کسب درآمد دلاری. بچه‌ها یه موضوعی که وجود داره اینه که زمانی که اسم کسب درآمد دلاری میاد، یه ویدیو مختص این قضیه ساخته میشه به زودی، اسم درآمد دلاری میاد بچه‌ها حرف می‌زنن قرار درآمد خیلی بالایی باشه، در صورتی که اینطوری نیست. ببینید بچه‌ها شما وقتی که فقط از طریق کلیک زدن میخواید درآمد کسب کنید، پس این درآمد پایینیه قطعاً. شما داریم وارد یک سایت میشیم فقط کلیک انجام میدیم و خب قاعدتاً هم واقعا نباید انتظار درآمد بالایی داشت در انتظار زدن یک کلیک. بله از اینترنت درآمد بالا میشه داشت، ولی مثلا باید تخصص خاصی بلد باشین یا اولش یه مدتی صرف زمان کنید، وقت بذارید براش. مثلا یکی از روش‌های خیلی خوب درآمدزایی از توی اینترنت همین یوتیوب بچه‌ها که به زودی دوره آموزشی براش احتمالاً قصد دارم بذارم که توی ویدیوهای بعدی اعلامش میکنم موضوعش رو که فقط با گوشی هم هست. توی ویدیوهای بعدی موضوعش کم کم اعلام میکنم و قراره یه سری تغییرات انجام شه توی کانالمون خیلی زود. خب بریم حالا ادامه این سایت رو ببینیم. ببینید خب روی تبلیغ کلیک کنید، مثلا روی این تبلیغ من کلیک میزنم، منتظرم تبلیغ برام باز میشه، ازم خواسته که منتظر بمونم. یه صفحه برام خط بار میشه 10 ثانیه فکر کنم، یا 10 ثانیه یا 20 ثانیه تبلیغی که باز کردم، نمیدونم دقیقاً چند ثانیه بود ولی باید منتظر بمونیم تا پر شه. خب زمانی که خط پر شد بچه‌ها یه دونه شکلی برای ما میاره که شما این شکلی که متفاوته روش کلیک بزنید. تو این مدت زمانم تا این خط پر میشه ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. خب شکلی که با بقیه متفاوته و برعکس روش کلیک میزنیم و میگه ممنون که این آگهی تماشا کردیم، میبندیم، رنگ آگهی تغییر کرده و مبلغ به حساب من اضافه شده. قسمت بعدی قسمت پرداخت برای عضویته که شما میتونید یه لیست داره اینجا که میتونید تو سایت‌های مختلف عضو شید، ازتون خواسته مثلا عضویت انجام بدین یا کانال یوتیوب مثلا یکی رو سابسکرایب کنید و این میزان بهتون میده. بعد بدونید چه کاری ازتون میخواد. اگه انگلیسیتون خوب نیست میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده کنید و از طریق اون راحت عضو سایت شید. خب بریم قسمت بعدی. از این قسمت استفاده نکنید لطفاً. قسمت سوم سایت یه دقیقه بازش کنم فقط توی نیم نگاهی بهش بندازیم. بچه‌ها این قسمت یه شبیه خط خودمونه، ازش استفاده نکنید. یه شبیه شرط بندیه که کاملا شرط بندی سرمایه‌گذاری من و بچه‌ها باش کلا مخالفیم، نرید سمتش لطفاً. خب قسمت بعدی این قسمته، یک قسمت پازلی شکله. سایت فکر کنم بچه‌ای که دیگه همراه ما باشن با این قسمت سایت هم آشنایی داشته باشن. یه قسمت سایت یه دونه پازل چند خونه جلوتونه، مثلا یه خونه دو خونه از این چند تا خونه ای که اینجا میبینید توش یه میزانی به طور شانسی مبلغی گذاشته شده، یا 1/100 یا 5/100 یا برای همچین میزان شانسی گذاشته شده. سایت به شما میگه اگه مثلا تایم خالی داری و دوست داری شانسی تو انتخاب کنی، در روز میتونی تا 15 بار این خونه ها رو از بین این مستطیل‌ها، این مستطیل 15 تا رو انتخاب کنی و در ازاش این میزانی که اینجا رو می‌بینی یه مقداری خیلی کمی رو برنده شی. خب که از نظر من اگه قصد شما اینه که تایم خالی دارید، وقتتون خالیه و کار خاصی ندارید و با این مدل سایت ها حال می‌کنید و با اینکه درآمدش خیلی قطره‌ایه ولی حال می‌کنید با این مدل سایت ها، از نظر من این قسمت وقت خودتون رو هدر ندید، چون همه سایت ها این قسمت رو دارن و از نظر من این قسمت برای امتحان کردن شانس خیلی
وقت تلف کردن یه جورایی. شما میتونید خیلی راحت برید توی سایت دیگه که دقیقا شبیه همین سایت، 15 تا آگهی تو همون سایت نگاه کنید و دقیقا از همین میزان بابت یه دونه آگهی که نگاه میکنید درآمد کسب کنید. خب چرا بعد مثلا بیاید اینجا 15 تا بزنید بعد 3 4 روز شاید مثلا یه دونه این رو ببرید، برید توی سایت دیگه 15 تا بزنید و 15 برابر این مبلغی که سایت داره بهتون میگه کسب کنید. این از نظر من خیلی بهتره تا اینکه توی این قسمت بخواید 15 تا کلیک بزنید. خب بچه قسمت دیگه این سایت نداره بخوام براتون توضیح بدم، تموم شد قسمت هایی که نیاز به آموزش داشت توی این سایت. اگه سوالی چیزی بود حتما توی قسمت کامنت از من بپرسید، حتما جوابتون رو میدم. اگه سایت خوبی میشناسید از طریق این اینستاگرام با ما در ارتباط باشین تا لینک زیر مجموعه گیری شما به مدت 2 ساعت برای دوستان قرار بدیم. خیلی ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو واسه ما کامنت بذارید. نظرتون مهمترین چیزه واسه ما بچه‌ها. ممنون ازتون، روزتون خوش و فعلا.